سلام علیکم، به این یکی ویدیوی من خوش اومدی و البته به استودیوی ما هم خیلی خوش اومدی. امروز میخوام با یکی از همکارام آشناتون کنم. اگه یاد باشه توی ویدیوی قبلی گفتم که یه سری دوستایی من دارم که کلی میشینیم با هم صحبت میکنیم در رابطه با همه چیز، ایده، ویدیو، عکس، همه چیز. رضا که الان قراره باهاش صحبت کنیم یکی از اون آدماست و به دلیل اینکه ما با هم همکاریم و دیگه دوست هم هستیم کلی چالش و نکته برای تعریف کردن داریم و البته یه سری سوال هم شما از من پرسیدین. الان بریم که با رضا آشنا بشیم. سلام چطوری؟ اینجاش خیلی کلیشه‌ای نبود. خیلی خوش اومدی به ویدیو، خیلی خوش اومدی به یوتیوب. مرسی. اگه میخوای سلام کنی میتونی سلام کنی. واقعا؟ ورش کو بیا کمی مثلا از حالت چون مصاحبه بیاد بیرون. مصاحبه واقعا بیاد بیرون. چه خبر؟ خیلی استرس داره واقعا. کلا برای همه اطرافیان ما همیشه این موضوع سوال بود که شما چطور با هم آشنا شدین و چطوری شد استارت همکاریتون و اینا و در رابطه با لوکیشن و استودیوی رضا در واقع خیلی همیشه همه مثلا سوال داشتن. بعد ما گفتیم که با خودش صحبت کنیم، خودش قشنگ بیاد تعریف بکنه جریان استودیو رو که بعد بریم سراغ مسائل دیگه. اول یه بیوگرافی از خودت بده، خودتو در واقع معرفی کن و بعدش هم بریم سراغ بقیه چیزا. سلام بچه‌ها، رضا جعفری هستم. من چیزی حدود حالا 8 ساله که دارم تو زمینه هم عکاسی هم فیلمبرداری کار میکنم. اول شروع کردم دنبال عکاسی و این داستانا و ماجراجویی مثل همه کسایی که حالا برای استارت یعنی این مسیر رو طی میکنن. همه از یه عکاسی حالا طبیعت، فضا، اشخاص شروع میکنن و حالا کم کم علاقهشون بیشتر میشه و دوست دارن به جای بالاتر برسن. زندگی ما همینجوری بود دیگه. شروع کردیم کم کم از عکاسی با دوربین این و اون. یعنی دوربین این؟ من دوربین نداشتم. دوربین دختر عمم بود. دست دو خریده بودی؟ نه خریدم ازش قرض میگم. دیگه با اون شروع شد و رفتیم جلو، خوشمون اومد. دیگه کم کم تونستیم اولین دوربین خودمون رو بخریم. نیکون 7200. دیگه با اون شروع کردیم عکاسی از خانواده و این بحثش مال سال 94 میشه. همینجوری کم کم شروع شد دیگه. این مسیر طی شد دیگه. از عکاسی رفتیم به دنبال فیلمبرداری. یعنی خوش اومد یعنی دیگه. در مورد استودیوت بگو. استودیو؟ یه چیزی بگم قبل از اینکه رضا بگه. استودیوی رضا توی بوشهر وقتی که رونمایی کرد واقعا ترکید. اینجوری بود که وای بچه‌ها دیدیم مثلا استودیوش فلان بزرگه، سقفش بلنده، اینجوریه اونجوری. اینو بگو چی شد اصلا این دیزاینه اصلا به ذهنت رسید؟ اول اینکه اصلا تو رویام بود. اصلا تو رویایم داشتم که مثلا یه استودیو داشته باشم این شکلی، اینجوری باشه، ساده، قشنگ، نه رنگ خاصی توش باشه، فقط تو سادگی باشه. یعنی تو ذهنم بود و از اونجایی که حالا رشته معماری هم خونده بودم دیگه استادش بودم دیگه رفتم تو کارش، نگاه کردم، دیدم، تحقیق کردم، همینجوری این ور و یه نفر یه حرفی به من زد، هیچ یادم نمیره، گفت تو میتونی. تو خودم نمیدونم واقعا بتونم استودیو بسازم چون واقعا نه پول اونجوری داشتم، یه سری تجهیزات داشتم و داستانا می‌خواستم فقط با هم اینا مثلا چیز داشتم، هلیشات داشتم، می‌خواستم اونو بفروشم. مثلا حساب می‌کردم با خودم، هر کی با خودش حساب می‌کنه میگه آقا هم چیزی می‌خوام بسازم، اینقدر هزینه داره، من چقدر تو جیبم اینقدر. دیگه کم کم رفتم دنبالش، تحقیق کردم، از تهران زنگ زدم، بوشهر رفتن چند تا جا برای ساختنش، یعنی چقدر هزینه‌اش بشه اینا. معماریشو خودم طراحی کردم. یادم میاد چند روز چند شب همینجوری نشستم پاش با ذوق داشتم براش که دارم خودم اولین فضایی که مثلا مال خودم باشه دارم درستش میکنم. خیلی خوب بود برام، حس خوبی داشت اون. و همین الان که داخلشم همیشه یاد خودم میارم رضا چیکار کردی؟ از کجا به کجا اومدی؟ حتی تجهیزات هم نداشتی.
تجهیزات آنچنان نداشتیم، واقعا هیچ چیزی نداشتیم. یه دوربینی بود و یه گیمبال معمولی. تنها چیزی که ما داشتیم این بوچه رو مخ من. هیچ جونور نبر رو دوربین برای ما مقدسه. دیگه مسیر باحالی داشت. اینکه با بابام همش درگیر بودیم و اینا. ما مثلا اومدیم برای ساختش، مثلا بهمون گفتن این تومن میگیریم فقط برای ساختش، چیزی حدود 100 میلیون. گفتم خب چرا من باید 100 میلیون بدم به خودم؟ چلاقم بگه خودم چلاقم دیگه. خودم رفتم تو کارش، پیچ و مهره گرفتم و داشت تعریف میکرد. اینا رو بگو، این سقفارا که گفتی یکی یکی خودت همه پیچاشو زدی. یکی خودم هنوز دست من درده بابت این همه پیچی که چیزی حدود 10,000 تا 20,000 تا پیچ، اگه بخوام دقیقشو نمیدونم پیچ زدم واقعا. حالا بین حرفش من بگم که این مبلایی که الان نشستیم روش هم دقیقاً خودش همینجوری از بیسا دیگه خودش قشنگ پایه ها همه رو خودش انجام داد، خودش درستش کرد. کلاً خوشه یه چیزی رو درست کردن حال میده. آخه میدونی مثلا جایی که مکان حالا کار و ایناه خیلی مهمه که اینجوری پاک و مقدس و خیلی باحال باشه، چون مثلا کار ما نیاز به ایده پردازی داره. دقیقاً. نیاز به ذهن باز داره و این که تو بتونی توی یه جای اینجوری الهام بخش حالا باشی مثلا خیلی ارزشمنده. کم کم پول جمع کردی و استودیو تو زدی. آره دیگه خیلی چیزا هست که میتونم بگم ولی خب دوست دارم همینجا بگم. بگو پولا از کجا آوردی؟ پولا واقعا میگن تو یه کارو برو انجام بده خودت واقعا همه چی جلوت میاد ها. وام برام اوکی شد، 2 تا وام خوب برام اوکی شد، پروژه های اصلیه برام اوکی شد. اینا این آقایی که پشت شاهده ما کار برام اوکی شد واقعا. آره. واقعا تو خودمون نمیدیدیم. کم کم بود همه چی. پول سرامیکای کفو نداشتم، کولر میخواست نداشتم، کولرها خودش مثلا 50 میلیون میشد. کم کم کار کردم در اومد. تو همون تایم 3-4 ماهی اینو من اینجا رو تو 4 ماه بچه‌ها ساختم. ایول. LSF خوبیش اینه که زود ساخته میشه. تو 4 ماه ساختمش. تو این 4 ماه واقعا هم کار میکردیم او از اونور با ایلیا، از اونورم بابام دمش گرم خیلی واقعا موقعی که من نبودم اینجا خودش هندل میکرد. خیلی دمش گرم واقعا دمش گرم. خیلی باباش عزیزه. خیلی دوستش دارم. ایلیا هم حالا گفت ایلیا خودش این پشت نشسته. ایلیا خودت آماده کن نفر بعدی تویی. نفر بعدی خودت اینجا بشینی. آره. خب هم براشون سواله که این همکاری شما دوتا با هم چجوری بود؟ میخوام تو عدید خودت بگی. عدید خودم بازی میخوام. نه دیدی مثلا یکی راجبت مثلا حرف میزنه حالا خوشت میاد باله؟ اینو قبلا به کجالم توضیح دادم اصلا چی شد که نمیدونم، شاید چون تو ذهن من بوده مثلا اینجوری دیده میشه برام. خب من همیشه مثلا کجالو میدیدم، دوست داشتم، یه تو ذهنم بود، یعنی کجال تو ذهنم بود، دوست داشتم مثلا به عنوان یه همکار یکی به عنوان کجال باشه. آخه میدیدم، دنبالش میکردم، استوریاشو میدیدم، کاراشو میدیدم که چقدر واقعا ایده پرداز خلاقه و خب آدم جذب میشه واقعا. میبینه مثلا میگه یه همکار خوبه. واقعا این چیزها رو که میبینه آدم خود در نری. نمیشه آدم تو خوش در نره. واقعا. دیگه خلاصه شد تا یه روز ما کجال دیدیم. کجا؟ کافه. نه چرا کافه دیدی؟ قبل کافه ما یه پروژه ما رفتیم. من به عنوان فیلمبردار بودم جدا، کارفرما خودش جدا منو به عنوان فیلمبردار آورده بود اونجا که براش تیزر بگیرم و کجال جداگونه برای عکاسی. من اولین بار کجال اونجا دیدم و اونجا یه عکس هم تو اینا با هم گرفتیم. بعد اصلا فکر نمی‌کردم چه آدمی باشه. یه خد اوکی بول بخور خود همه فکر می‌کنم ما آدمایی هستیم که خودمون رو می‌گیریم. ببین من یه چیزی بگم. رضا همیشه خب توی بوشهر عکاس و فیلمبردار خیلی زیاد هست. بعد بچه‌ها معمولا اسمشون مثلا امیر و محمد و رضاه. اکثرا همینن. اینا رو همه با هم قاطی می‌کردم همیشه. وقتی رضا رو تو اون پروژه دیدم گفتم تو کدومشونی؟ اسمت چیه؟ میدونی با کی؟ پیجش تو. با یه نفر دیگه مورد جابجا گرفته بود. حالا فرش کنم. گفتم پیجتو بیار تا من بدونم که تو مثلا کدومشونی و فلان و اینا. بعد حالا این که میگی که چه میدونم دیدی که ما مثلا اوکی و فلان و اینا،
همیشه همین جوریه از بیرون، یعنی توی بیرون وقتی یکی منو میبینه میگه که چقدر خودمونی هستی، چقدر مثلا فلانی اینا، ولی توی پیج انگار ظاهرا مغرورتر به نظر میرسه. ولی رضا، اینو میخوام بگم که خیلی مثلا توجهمو جلب کرده بود، اینی که میبینین ازش و همیشه لبخند میزنه، همیشه انرژیش خوبه. خود در نری لبخند. آره نه جدی همیشه اینجوریه و کلن از حالا کاراکتر رضا یه چیز اینجوری همیشه توی ذهنم بود. بعد واقعا وقتی دیدمش دیدم واقعا همینه، چه وایب مثبتی و چه الان ولی حرفم پس میگیرم، این حرف مال قبلا. ها دیگه الان دیگه زیاد، الان تو سر و کله هم میزنیم. خب بگو دیگه. خب خلاصه ما یه دونه عکس گرفتیم، بعد دیدیم عکس کو استوری کرد دمشگر، بعد ما چند بار اینجوری فالوش میکرد و ما فالو نمیکرد دیگه. عروض شد داشتم پیج تو. نه نداشتی. عروض شد که دیگه استوری کو که نه دیگه ما هم فالو کرد. اونجا شد که دیگه بعدش یه بار تو کافه هم دیگه دیدیم و اینا. تو کافه به پیشنهاد دادی؟ پیشنهاد کار؟ گفتم آفرین. پیشنهاد کاری داد به پیشنهاد کاری دادی؟ ها دیگه تو نه میدونی چی شد؟ نه واقعا دور بین دیگه. اینجا کاتکایلی ما توی کافه هم دیگه دیدیم، تو استوریاش خب دیده بودم که در حال ساخت استودیو اینا. بعد فقط آمارمو گرفت تو کافه، گفت که برنامه چیه، تو استودیو خاصی کار میکنی یا خود استودیو داری؟ گفتم نه همین. اینو یادم رفته بود اصلا که چی بهت گفتم. آره فقط همین آمار گرفته بود اینا و میدونم دوست داشتی من بیام اینجا. حالا چی شد که ما اصلا شروع کردیم به کار کردن با هم دیگه. یکی از دوستامون یه ایده‌ای داشت در رابطه با یک ایونت عروس. خب معمولا دیدین دیگه ایونت عروس‌ها یه مقداری بازاری برگزار میشه و اون یه ایده خیلی تئاترگونه خاص داشت. بعد من خب دوستم بود و ازش حمایت میکردم، گفتم همینجوری من هستم پشت تو فلان و اینا. بعد ما توی مسائل برنامه‌ریزی و اینا بودیم، اصلا لوکیشن نداشتیم کلا، یعنی هر جایی میرفتیم که میخواستیم برگزار کنیم اون ایونتو میدیدیم که اصلا اوکی نیست و هیجا و فلان و اینا. یه اینجوری شد تو ذهن من، گفتم نگاه یه نفر از رضا یه استودیو خیلی باحال داره، بیا بریم و مثلا ببین و فلان. خودش هنوز نیومده بود که من اصلا بوشهر نبودم، شیراز بودم. منم زیاد عکس از اینجا نذاشته بودم، نمیدونم چه جوری شد که اینا اصلا دیگه با رضا هماهنگ کرد، اومد استودیو رو دید و شروع همکاری ما از همون ایونت خیال شکل گرفت. در واقع یکم قبلش ولی با هم فکر کنم پروژه نمیرفت. پروژه نداشتیم، چیزی نبود واقعا. یعنی میتونم بگم اولی همکاری ما دوست شدیم. میشه ما زود با هم صمیمی بشیم؟ واقعا همینجوری بود. واقعا خیلی زود با هم صمیمی شدیم. تو ایلیا یادت میاد قبلش مثلا ما قبلش با ایلیا یک سال خورده همکار بودم. نه اولین باری که ما اومدم اینجا برای ویدیو بود می‌خواستیم بگیریم، ویدیوی مال همون ایونت بود. همون دیگه آفرین قبل این دیگه. آره. بعد این ایونت خیال خودش اصلا یه دونه ویدیوی جدا باید بگیریم براشا. خیلی ایونت عجیب غریبی بود، خیلی بزرگ بود، خیلی چالش داشت واقعا. آره اصلا اون دوستم که میگم افروز، اونم باید بیاد اصلا از ایدهش بگه و از اینکه ایده اون این اتفاقات قشنگو به وجود آورد. ایونت برای ما واقعا کلی چالش داشت و من کجال یا بچه‌هایی که اونجا بودن اصلا فکر نمی‌کردم ما بتونیم از پسش بر بیاییم و اینقدر قشنگ کنار هم دیگه این کار رو ببریم جلو، این مسیر و این اتفاقی که افتاد که من همیشه ازش راضیم و لذت میبرم. خیلی واقعا کار خیلی بزرگی بود و خیلی عجیب بود. حتما راجبش باهاتون حرف بزنم. اگه بریم توی پیجامون ویدیوهاش هست کاملا، ویدیوهایی که برای تبلیغ استفاده می‌کردیم. دیگه من و رضا جدا از این که تو بحث تدارکات و اینا بودیم، توی بحث عکاسی برداری و تولید محتوایی اینا همه چیز بودیم دیگه. بیشتر کارا رو خودم و رضا اینجا بود دیگه. اینجا بود، منم اینجا بودم. یعنی فشاری که توی ایونت برای من اومد توی جا نبود. من بعد اون چند ماه نرفتم باشگاه اصلا. هیچ بد شد باشگاه. دیگه دوست نداشتم برام تمرین کنم و این اصلا. بعضی روم فشار اومد. میگفتم مانگه میدادم. آره ریخت کاملا. دوست داشتم همه با هم همکاری کنن.
حالا برش مونگه بدی باز میخوای مونگه بدی ما خیلی مونگه بود واقعیتش. همکاری ما خیلی بامزه است. کلا توی بوشهر من با خیلی همکاری کردم، با خیلی از استودیوها بودم، همشون عزیز و محترم و دوست داشتنی هستن، ولی رضا کاملا برام یه چیز دیگه است. حالا ایلیا هم همینطوره چون بره پشت بره. الان دعوار ما بعد با ایلیا. آره بعدا از تو تعریف میکنم. ناراحت نشو پشت نشسته. واقعا برام رضا یه چیز دیگه است کلا، چون که به طرز عجیبی با هم مچیم در رابطه با عکاسی فیلم برداری و در رابطه با ایده پردازی حرف همو میفهمیم و اصلا کلا رو مخ هم نیستیم. فکر می‌کنم کلا میدونیم کارمون چیه و چی کار باید بکنیم تو زمینه خودمون. هر کی کار خودش رو انجام میده خیلی قشنگ. کلا این تیمی که به وجود اومده بین ما، خب این اتفاق مثلا رقم میده، یعنی این مچ بودن ما با هم دیگه خیلی جالبه. آخه همیشه اینجوریه که تو مثلا میری سر قرار کاری با همکارات حرف میزنی، شرط میکنی، همه چی رو مشخص میکنی از قبل که مبادا روزی مشکلی پیش بیاد و فلان و اینا، ولی ما انگار که به هم دیگه خورده باشیم که باید میخوردیم، هم اصلا کلا تیممون اصلا هیچ کدوم از این حرفا زده نشد، ولی هممون اون راهی که باید میرفتیم داخل مثلا تیم رو داشتیم میرفتیم، اون جایی که باید میایستادیم قشنگ. و اصلا چالشایی هم که تا به حالا پیش اومده توی تیم از بابت پروژه ها اصلا یعنی توی تیم نیست، کاملا عوامل بیرونیه. واقعا هر چی بوده از بیرون بوده. بیا راجع به چالشایی که داشتیم صحبت کنیم. اولین چالشی که پیش اومد به نظر تو، یعنی تو ذهن تو چیه؟ چالشی که ما داشتیم بیشتر موقع با بچه‌ها مثلا می‌نشستی صحبت می‌کردیم، بیشتر سر اون ایده ها بود و حالا اتفاقایی که قراره برای برندهای مختلف انجام میدادیم و ما همیشه دوست داشتیم اون دل چی میگم بهش اونو از اون چیزی که باید باشه، اون چیزی که باید برنده بکشیم بیرون. و خب همین کار ما رو خیلی سخت می‌کرد. کار ما کلا چالشه. ما چرا داریم خودمون اذیت می‌کنیم؟ آره واقعا کار ما چالشه. واقعا فیلم برداری، عکاسی، تولید محتوا کلا چالش از نظر من. کسی که میخواد بیاد داخل این حوزه واقعا با چالش‌های خیلی بزرگی روبرو میشه که بزرگترینش همون استارتشه. مثلا تولید محتوا، نه اون چیه، بحث سناریو نویسی و این داستانا که مهمترین چیزه. واقعا اول تو باید یه سناریو خوب داشته باشی. حالا اگه مثلا من میخوام اینو کامل ترش بکنم، چالشای ما از بیشتر جنس این بود که حرف اون شخصی که میخواست مثلا سفارش کار به ما بده رو بفهمیم. اون کسی که پورتره میخواست یا اون کسی که کلیپ تولد میخواست، اون کسی که کلیپ عروس میخواست، اینا مشخص بود. ولی توی بحث تولید محتوا واقعا چالش بود برای ما این مسئله که نمیفهمیدیم طرف چی میخواد، چون نمیتونست از نظر بصری اینو خوب به ما بفهمونه. هرچند که مثلا با تریکایی که میزدیم، یه سری مثلا تریکا میزدیم که از مثلا دل حرفاش و از دل چه میدونم اون چیزایی که مربوط میشده مثلا طرف به برندش و اینا، اون چیزی که باید رو بکشیم بیرون. دقیقاً. بعد بعضی وقتا مثلا برنده یک چیزی رو میطلبید، یک سبک تولید محتوایی رو میطلبید که خیلی کار داشت، چون ارزشمند بود و باید کار ارزشمند براش مثلا تولید میشد. اما اون آدمی که مثلا سر اون برنده بود، نه، میدونی یه کار چیپ میخواست و اینا اکثرا چالش های ما بودن، چون که معمولا ما اینجوری هستیم که تمام تلاشمون رو بکنیم که اون قدم که مشتری میخواد پایین نیاییم، انقدر همرنگ نشیم. ما سعی کنیم واقعا نمیتونیم همش کار بهشون بفهمونیم که این چیزی که تو میخوای خب خودت هم میتونی با گوشی بگیریش، میدونی؟ نهایت صحبت ما این بود، مثلا بهش گفتیم خودت هم میتونی اینو بگیری. خب خیلی هستن مثلا خودشون آدمای با پرستیژ، باحال، ولی خب مثلا شخصایی براشون کار کردن که حالا اون از برندینگش و این داستاناشون دور شده بودن. خب مثلا این نمونه کارم داشتیم، مثلا با طرف صحبت میکردی میفهمیدی که این چه کاری از ما میخواد، یعنی چی تو ذهنشه. خب یک سبکی تو ذهنش بود که واقعا مناسب اون برندش بود و من میدیدم محتوایی که برای اون پیج مثلا درست شده اصلا نمیخورد. واقعا تولید محتوای اشتباه خیلی خیلی یه برند رو بد میکنه. اون هم
یه جای یه چیزی که یه برندی که مثلا خیلی اومده بالا من نیازی که یه تولید محتوای شیک قشنگ داشته باشه، حس داشته باشه و خیلی باید روی اینها تمرکز کنیم. آره. واقعا یه دوربین دست گرفتن نیست فیلم برداری اصلا. واقعا نیست. خلاصه در کل ما به خاطر یه چیزی رو من جدیداً دارم میشنوم که کژوال و رضا کارشون خیلی خوبه ولی خیلی گرون میگیرن. بعد برام این مسئله خیلی جالب بود، هرچند که ما واقعا یه قیمت معمول برای خودمون در نظر گرفتیم، چون داریم حساب میکنیم دیگه اون انرژی که میذاریم و اون تجهیزاتی که داره استفاده میشه و کلی آیتم دیگه به نسبت حتی ما واقعا برندینگ انجام میدیم برای مثلا اون پیج یا اون حالا شخص یا اون برند یا حالا هر چیز دیگه ای و فقط اون قیمته که دیده میشه من یکم ناراحت میشم. یعنی اون زحمتی که پشت کاره دیده نمیشه. ببین اصلا کار ما کلا هنر خب قیمت نداره. یعنی طرف نباید بیا بگه چرا اینقدر میگیری فلانی اینقدر میگیره. اصلا این مقایسه کردن اشتباهه. هر کی کار خودشو داره، نرخ خودشو داره. طرف دوست داره این قیمت بگیره. خب نمیگم دوست داره، نرخ که مشخصه، خب ثابته. یعنی ما اون روز اومدیم با خودمون با ایلیا کژال مهدیس نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم آقا ما اگه این تجهیزات رو بریم آفیش هم کنیم، آفیش کنیم، ما بخوایم بریم سر یه پروژه هزینه اون ویدیویی که ما داریم میگیریم زحمت میکشیم نمیشه. درسته تورم وجود داره داستانا و مردم فکر میکنن حالا ما این نرخی که داریم میگیریم بالاست، در صورتی که نه، یه نرخ عادیه. و هیچ وقت دوست نداشتم منو با یکی دیگه مقایسه کنم، بگم فلانی از نظر من اون طرف برای من خط میخوره، کسی که بیاد منو مقایسه کنه با یکی دیگه از نظر من اون مشتری من نیست. اون دنبال یه کار ارزونه، پس بره واقعا یه کار ارزون با یه شخص دیگه بگیره. یکی آخر گیر میاد دیگه، یه قیمتش مناسب تر باشه. هزار یک کار هست. به نظر من تو بوشهر اینجوری که قیمت ها رو خیلی شکوندن، اومدن پایین. خیلی ها اصلا آگاهی ندارن از تجهیزاتی که دستشونه، عمری که داره و فقط دلشون خوشه دارن میرن سر پروژه و پروژه های متعدد و پشت سر هم دارن. در صورتی که این هم کار شما رو بی‌کیفیت میکنه. زیاد رفتن کار ما چیزی نیست که مثلا تو یه روز بری 10 تا پروژه انجام بدی، بغیر که 10 تا پروژه باشه که مشخص باشه، از قبل برنامه‌هاش همه چی چیده شده باشه. الکی نیست کار ما واقعا که بری دوربین دستت بگیری خب چیکار کنیم، لوکیشن کجاست. این از نظر من غیر حرفه‌ای و یه کار خیلی چیپ و مسخره است. آره دقیقاً. ما دیشب داشتم با یکی از دوستام صحبت می‌کردم. کلاً آدم خودش میتونه اون در واقع ویترینی که آدم‌های دیگه و تعریفی که آدم‌های دیگه از اون دارن رو مشخص کنه. تو کار ما هم چیزی وجود داره، کاملا لول بندی وجود داره. من میتونم خودم جوری برخورد بکنم، جوری برای کارم قوانین بذارم و حد و مرز بذارم که با کلاس و لاکچری دیده بشه و میتونم برعکس یک جوری انقدر کار کنم بدون هیچ حساب کتابی که صرفا بگم دارم کار میکنم پول در میارم بدون هیچ ویترین قشنگی و خودم حالا وارد اون چیز کنم لول پایین این حالا جریانه. این یه حقیقته توی قیمت گذاری کلن که تو یک حدی قیمت بذاری که یک سری مشتری ها اصلا سراغ تو نیان. این یه واقعیت امره. ما دوست نداشتیم که همه جور مشتری سمت ما بیان. اتفاقا تنها دلیلی که قیمت بالا انتخاب کردیم نسبت به مثلا 70% آدمای بوشهر، فقط تنها دلیلش همین بود که آدمای ارزون واقعا سراغ ما نیان. چون اصلا رفتار با آدمای ارزون ازت میکنه ها، میدونی؟ کلی باید بحث کنی سر چیزای الکی. کلا دوست دارم با آدمای حالا کار کنیم یا پروژه داشته باشیم بگیریم که طرف واقعا اول از همه یه چیزی از هنر، یه پیش زمینه از هنر داشته باشه. من خیلی این برام مهمه که وقتی برای یه نفر یه کاری انجام میدم اون ارزش کار رو بدونه. واقعا کم کاری نیست هنر. از نظر من قشنگترین و زیباترین چیزی که برای آدم میمونه همین تولید محتواست، فیلم برداری عکاسی، چه حالا بحث کاری باشه چه بحث
هر چیز دیگه. مشتری‌ها فکر میکنن که اونا ما رو انتخاب میکنن، ولی ما کاملا مشتری‌ها رو انتخاب میکنیم. این چیزی که هست، یعنی ما از دید خودمون نگاه میکنیم طرف کیه چیه. ما واقعا خودمون مشتری خودمون انتخاب میکنیم، چون که خیلی برامون واقعا مهمه در وهله اول اخلاق اون طرف و جوری که میاد جلو، جوری که حرف اصلا میزنه، قیمت میگیره یا حالا هر چیز دیگه ای. یا اینکه نهایتا ما با یه نفر کار میکنیم، خب مثلا یه بار یه پروژه خیلی مختصر و کوتاه باش میریم جلو، ببینیم طرف چجوریه، یعنی میسنجیم مشتریمون رو. کلا این چالشایی که توی کار وجود داره باعث نشه که تو عقب بکشی، یا ببین برای هر چیزی یه راه حل وجود داره. ما 4 نفریم اینجا تو تیممون، 4 تا مغزیم، ولی بازم نمیدونستیم راه حل مثلا چه چیزی میتونه باشه. رفتیم و با مشاور کسب و کار حرف زدیم و هنوزم نمیدونیم البته، چون فقط یه جلسه رفتیم بچه، واقعا ما بریم یه بار دیگه. ولی در کل این اتفاقات و چالشایی که داشتیم باعث نشد که ما هیچ وقت عقب بکشیم. آقا رضا، یکی از خوشمزه کار ما اینه که نه کار ما، تیم ما با چالش‌های بزرگی که داشتیم توی تیم خیلی قشنگ کنار هم دیگه واقعا وایسادیم، کنار هم دیگه بودیم. یه چالشی داشتیم، ما یه پروژه داشتیم، عسلویه ناراحت شدم. اصلا وقتی بشه میکنم واقعا ناراحت میشم. یه پروژه داشتیم عسلویه و قرار بود من و ایلیا و رضا با هم بریم و اون پروژه رو انجام بدیم. من با چمدون اومدم استودیو، 1 ساعت قبل از این که بریم طرف زنگ زد و گفت که نیازی نیست مثلا 3 نفر آدم بیاین اونجا. عکاس اصلا من نمیخوام، چون من اصلا به عنوان عکاس یه سری عکسای خبری خودت رضا، یا اصلا رضا خودت تنها هم بیا. آدم اینجور وقتا نمیدونه باید چیکار کنه. چون یادم اومد گفتم اینو تعریف کنم. بریم سراغ جمع‌بندی یا نریم سراغ جمع‌بندی؟ خب در ادامه صحبتامون دوست داشتم ازت بپرسم که اگر کسی مثل من و تو بخواد عکاس و فیلم بردار بشه، تو چه توصیه‌ای داری براش که بتونه خیلی خوشمزه و قوی شروع کنه؟ اول از همه واقعا اون کسی که میخواد کار کنه باید ذوق این کارو داشته باشه. آدمی رو میطلبه که خستگی ناپذیر باشه. آدمی رو میطلبه که واقعا چی گفتی؟ خستگی ناپذیر باشه. من بعضی وقت دوست دارم اذیتش کنم. ما مثلا دیدیم به کسایی که میان تجهیزاتشو دارن، به قول خودت دیدی؟ یه نفر هست مثلا دیدم با تجهیزات داره، میگه من میخوام سریع یاد بگیرم، میخوام تو کمترین تایم ادیتو یاد بگیرم، فیلم برداری یاد بگیرم. من اینو یه جوری منصرفش میکنم، اصلا نیاد تو این کاره، اصلا نیاد آموزش هم نه یا آموزش ببینه از ما، یا اصلا هر جایی که دوست داره. ببین اولین چیز حوصله داشته باشه، خیلی آدم خوش اخلاقی هم باشه. واقعا میگم این چیزا خیلی تاثیر داره توی کار. جدا از یاد گرفتن این یه سری ویژگی باید داشته باشه اون طرفی که قراره پشت این دوربین چه عکاسی کنه چه فیلم برداری. اگه قراره فقط عکس بگیری، همیشه وقت قبل اینکه از یکی عکس میگیری لبخند بزنی به طرف، یا اون حس طرفو بکشی بیرون، اون لحظه که میخوای اصلا از اون طرف عکس بگیری. خب اینا چیزای اولیه‌اش هستن. یعنی ما اول میایم یه نفر رو میشناسیمش، یعنی باهاش صحبت میکنیم، شناساییش میکنیم، رویاتش چجوریه، بله، رویاتش رو میسنجیم، نسبت به اون مثلا میایم راهنماییش میکنیم، آره تو مناسب این مسیری، یا من کمکت میکنم مثلا چیکار کنی که بیای تو این مسیر. باقی چیزا که تجهیزاته، خب به قول خودت یا با یه دوربین کوچیک، یه دوربین گوشی، آره با کمتر تجهیزات میشه شروع کرد، بیا توی این مسیر رو به درآمد برسی. آره ولی خب میگم واقعا اون ویژگی‌های اولیه خیلی مهمه. رضا واقعا خیلی خوش گذشت کنارت، ولی هنوز نمیخوام خداحافظی کنم. سوال مونده هنوز که کلی جواب بدیم. یه باکسی رو من گذاشتم، البته دیروز باید میذاشتم، ولی خب که حالا به هر حال مردم برسن که سوال از ما بپرسن، براشون همه سواله که رابطه من و تو چیه. همه فکر میکنن که یک چیزی بین ما هست، یه رابطه‌ای. برای خودمون یه مشکلی شده، برای رضا مشکل شده. اشاره بگم؟ بگو ها، صحبت کن. سینگلی؟ همه فکر میکنن آخه منم دوست دخترش، ولی خب واقعا بفهم خودت بگو. واقعا یه موزلی شده برام این داستان که همه فکر میکنن ما با هم دیگه هستیم، تا ما یه عکسی با هم میذاریم
100 تا پیام میره برای کجا، کسی به ما هیچی نمیگه. از اون ور برای کجا خیلی چی میگن، نه شما با همین خیلی به هم میایین. نه آقا ما واقعا همکاریم اینجا، هیچی نیام ولمون کنیم، هر کی زندگی خوش داره کجا و ما همکاریم واقعا. آره واقعا همکار، رفیق هم هست، رفیق خیلی خوبه، خیلی خوب نزدیک. نقش هم نداریم. خیلی خوشحالیم که من دوستاتم. تو چی؟ اول تو. من هم اینطور. خب پرسیدن که از شغلت راضی هستی؟ از شغلم راضی نبودم ولی راضی شدم. چرا راضی شدی؟ هرچی اون قوانینا رو، اون قوانینایی که توی کارت باید حتما رعایت کنی، هرچی اینا رو من بیشتر کردم دیدم نتیجهش هم برام بهتره. هرچی بیشتر کارمو صفر گرفتم دیدم برام جالبتره. هرچی با آدمای محدودتری کار کردم دیدم آره درآمدم داره بیشتر میشه، قوی‌تر دارم میشم. هرچی نمونه کاره بهتر زدم برای خودم، اون موقع شد که دیگه حس کردم دارم به یه جای خوبی میرسم و هنوزم تو پیش رفتیم خدا رو شکر. آره راضیم. خب سوال بعدی میگه که میشه بگی برای شروع چه دوربینی بخریم که به صرفه باشه و کیفیتش هم خوب باشه؟ ببین دوربینا همشون خوب هستن واقعیتش. نمیخوام هیچ دوربینو برای شما معرفی کنم نه چیزی، فقط میخوام بهتون بگم این دوربینی که اینجا هست کیفیت کار شما نیست. کیفیت کار شما اون چیزی که بلدین، اون کاری که روی ویدیو اجرا میکنین و تدوین میکنین و خروجی میگیرین میدین دست مشتری. یه نفر پرسیده تا حالا پیش اومده که ناامید بشی و کارتو ول کنی؟ زیاد. زندگی اصلا همینه. کلا اگه تو ناامید نشی دوباره بلند بشی که حال نمیده. مگه چیه؟ مگه مسیر چی میگم؟ یه مسیر بود که مثلا اینجوری باشه. کلا همه چی بالا پایینی داره. زندگی، کار، هر چیزی بگی بالا پایینی داره. آره خیلی بد بوده. همیشه هم هر وقت یه اتفاق بدی افتاده بعدش چند تا اتفاق خوب افتاده برام. همش هم بخاطر بوده که ادامه دادم. اگه ادامه نمیدادم اینجا نمیرسیدم. ادامه دادن کلا. اگه مجبور باشی یه دونه لنز انتخاب کنی و تا ابد فقط مجبور باشی با همون یه لنز عکس بگیری، اون چه لنزیه؟ 50 وای من 35 قطعاً. چرا؟ چون باهاش کار کردم. تو 35 خیلی خفن تره. اصلا خودم نظر ما رو خواستی. سینماتیکه. سینماتیک باشه. 50 هم سینماتیک از نظر ما. ما با لنز 50 چند سال دارم کار میکنم. همه پروژه با لنز 50 میرفتم. لنز خوبیه. باش خیلی مچم روی گیمبال مخصوصا خیلی راحت میتونم باش تصویر بگیرم اونو. کلا لنز خوبیه از نظر. یه دونه لنز میتونم انتخاب کنم واقعا. آره دیگه فقط همین. یه لنز زوم بردارم واید داشته باشه هم پورتال. نمیخوای 24 هفته؟ راست میگه. نمیدونم متغیر انتخاب کنم. هم 24 هفته باشه. میشه. 24 هفته. خوشم نمیاد کیفیتش. 24 هفته و خیلی حالا روز باش کار کردی خوب بود شد. 24 هفته برای عکس فرمالیت خوبه. برای شادا خوبه که نمیخوام جلو قرار. بی ادبی. کتک می‌خوری. اگه من دیگه باید کار نکنم دیگه نیام و دیگه خداحافظ بلکت کنم، دلت برای چیه من تنگ میشه؟ همیشه ما رو توی شرایط قرار میده. دوست داره مثلا اوج احساسات یه نفر رو ببینه. خب بگو. الان یه مدت تو نبودی دیگه واقعا. ما نرفتم دنبال کسی دیگه بگیرم یا شخص دیگه. سعی کردم کارو خودم مثلا هندل کنم. خودش عکس میگیره. خودم میرفتم عکاسی میکردم. در صورتی که دلم من برای کجا تنگ میشد دیگه. میبینی زبون من گرفت. شاید کسی رو انتخاب نکنم. شاید 1 سال بشه 2 سال بشه. چون واقعا همیشه توی تیم ما حالا این بچه‌هایی که شدیم این تبدیل شدیم این تیم واقعا میگم اخلاقامون خیلی نزدیک به همه، خیلی اوکی هستیم با هم دیگه. مهمترین چیز برای من همین بود و من یه آدمی هم که سخت مثلا با یکی اخت میشم یا سریع اوکی میشم و این داستانا. برای همین مثلا خب سخت اومد دیگه وقتی یه نفر از تیمو بره از دست بدم. من همیشه تو این فکر هستم که مثلا وای اگه ایلیا بره چی میشه یا مثلا اگه مهدیس بره چی، چون رو همه حساب دارم میکنم. از صدام خودش همینجوری رو همه حساب میکنم واقعا. همون در کنار همین که میتونیم این کارا رو بکنیم.
این آینه اینجا داریم ما، من همش به خودم نگاه میکنم تو آینه. یه آینه داره ما یه دوربین 2 تا دوربین دادن جلو ما. نمیفهم ما اصلا نگه این دوربین رو نکردم. سلام بچه‌ها. این دوربین که اصلا ما نگاه نکردم. الان همش دوربین خودم. بعضی موقع نگه مهدیس می‌کردم. دیگه از سوالی ندارم. یعنی دارم و خیلی زیاده ولی دلم نمیخواد که این ویدیو معرفی تو بود و ویدیو این که چون همه کنجکاو این ارتباط بین ما بودن و نوع کار و همکاری ما، حالا بعد از این ویدیو اگه سوالی داشتین قرار نیست این آخرین ویدیو با رضا باشه. استاد دقیقاً کلی کار با هم داریم، کلی راجع به کلی چیز قراره حرف بزنیم. این ویدیو خیلی حالا ویدیوی چیزی نبود دیگه، به حال باید باش آشنا می‌شدین دیگه. از این به بعد زیاد به پشت دوربین که وقت گذاشتی. مرسی که اومدی، مرسی که نشستی حرف زدیم. اگه بد گذشت نه همینه که هست. امیدوارم لذت برده باشین در کنار ما. برام خدافظ تا جمعه بعدی. خدافظ.